بعد از ویدیو ارزون ترین تا گرون ترین قیدیم تو کامنت ها گفتین ارزون ترین تا گرون ترین ویدیوی ویپو بگیر. آرش بریم پولا رو ببریم. برو بریم داشی. خب آرش معدن ویپوپا تو تهران کجا؟ داداش معلومه دیگه. مولوی. خب بچا بریم اونجا، یه جای اصلا عجیب غریب گنگ و تنباکو و سیگار و ویپوپا رو با ارزون ترین قیمت بدون واسطه بخرید. آکیاتون نره لیتس گو. بچه‌ها از اونجا که اینجا خیلی بد نگاه میکنن و ریسکیه، ما خریدمون رو میکنیم بعدش ویدیو رو میدیم. نظرت چی از اینجا؟ داداش برای من طبیعیه عادیه. تو زیاد اومدی؟ من بچه بازارم. بازار. آره. اون کردیم موقعی که داشتیم برمیگشتیم سوار مترو شیم یه پلیس وایساده بود گفت گوشیاتون چک شده. استرس پیشنهاد میکنم مثلا تکینو نیارید، وسیله ارزشمندم با خودتون نیارید مثل موبایل و اینا. ما موبایلمون رو کردیم تو خیارون. ما موبایلاتون چک شده؟ بعد فهمید بچه کجایی؟ خب بیاد برید بابا. از شما خلاف در بیاد. خب بچه‌ها بعد از زیرو رو کردن بازار مولوی تونستیم این 5 تا ویپو بخریم از ارزون ترینشون که 130,000 تومانه و یک بار مصرفه. تا گرون ترینشون که تقریبا 6,200 شد با باتری. حالا ما کلا 2 تا باتری خریدیم بخاطر اینکه هی پول باتری الکی ندیم چون مثلا این دستگاه باتری روشون نیست. خب یه جویس گرفتیم و پارسا اونا رو ول کن، به من بگو اینا رو برای چی خریدی؟ ببین دقت کنی من اینو نخوردم. همون چون نذاشتی منم. چرا داری خود میخوری؟ چه به من ندادی؟ اشکال نداره. خب من اینو نخوردم به خاطر اینکه ویدیومون بچا 2 بخشه. بخش اولش اینه که ما میایم اینا رو دونه دونه باز میکنیم، جویس بریزیم، کامدهیشو همه چیزشو تست میکنیم، بعد میریم سراغ آزمایشایی که قراره با ویپا انجام بدیم. دقیقاً دودشون رو بسنجیم و یه سری کارهای عجیب غریب و باحال. الان به من بگو دقیقاً میتونی بفهمی. میخوای با این چیکار کنی؟ با کارامل میخوای چیکار کنی؟ بریم تست کنیم. لزباو. خب بچه‌ها اولیشو که قراره آنباکس کنیم که ارزون ترینشونه اینه. شیشیه. ازش نمیدونم میشه. این خریدم اینو چقدر؟ 130,000. اونجا ارزونه. آره. بچه‌ها این 1200 تا این کاما میده، پاپا میده و بعد اینو بندازیش تو. چون بچه‌ها اینو بازش میکنیم ببینیم چطوریه. اول از اینکه ما مصرف هیچ کدوم اینجور چیزا رو توصیه نمی‌کنیم. اصلا کاملا مثبت 18 و اصلا توصیه. اینا چرا نشون ندادن بچه‌ها؟ یه دونه این بیلبیلکا پشتش بود، یه دونه این پلاستیکا. بچه‌ها خودشون واردن میدونن. لازم نیست شما بگی. خب بریم. اول من تست کنم. پس گرونه رو اول من تست کنم. خیلی خوبه. تازه ارزون تری نشونه. یادت تو فرنگی رو می‌خوری. وای مگه میشه؟ خیلی خفنه. ولی بچه اینا چیزا اینا یه بار مصرفه، یعنی نه امکان داره شارژش کنیم نه امکان داره، یعنی بعد 1200 تا کام میده و بندازیمش تو. خب این برای تو هدیه من. آقا عشق خدا. دیوونه غلط کردی بابا. بریم بعدی. بریم بعدی. خب بچه‌ها ویپ بعدی که گرفتیم اینه. خب بچه‌ها این ویپ نیست، تو دستای پاده، چون از ارزون ترین شروع کردیم دیگه از پادا مجبور بودیم شروع کنیم دیگه. اینه که گیک ویپه، این بسته بندیشه. اینم که یه کابل شارژش و اینا. واو ساچ واو. چرم داره و توش باید اینطوری سالت بریزیم. بعد اینو به این صورت اینطوری میزنیم و اینو میندازیم توش و بریم تستش کنیم. 5 تا میزنیم روشن شه. بریم ببینیم چطوره. چی شده؟ کامش همون بیشتره. حاجی بده منم. وایسا دیگه. بده. شروع کرده. بده من بابا. بچه یه دکمه هم دارم، میتونی دکمه بکشم غیر دکمه. چرا واقعا اونایی که یه بار مصرفن بچه‌ها تمدیشون خیلی بهتره. بعدی میخواد تو باز کنی؟ بعدیو داداش اینو میگی؟ این پاد ماده لوکس XR ادیشن. XR ادیشن. ماما میا میخواد بره تو طراحی فضایی داره. خب بچه‌ها اینم دلوکس ادیشن ویپرسو. بچه‌ها میخوایم با این همونجوری که گفته بریم فضا ببینیم چه جوری آنباکسش کن. مامان وای چقدر خوشگله داداش. هول نکن. وای هول نکن الان در میارم. روشنش وای چقدر لوکس و خفنه. بگیرم پارسا محو نگاهش شده. ماما میا خیلی خوشگله. بریم تستش کنیم. تو کارتونش چیه داره؟ چیه؟ بچه تو کارتونش این پک یه دونه هزینه اضافه داره. کردم با هزینه. یه دونه کابل USB C داره و ذوق اینا احساس کنم خیلی خفن باشه.
بچه اینو خریدیم 970. بچه اونجا چون بازارشه پایین ترین قیمت رو بدید. این گیگ ویپ رو خریدیم 970. اینو خریدیم 1,400,000. و حالا دیگه بعدیا دیگه سعودی میره بالا. ویدیو رو به عشق خودتون گرفتیم، کلی هزینه کردیم. ما لایک ویدیو یادتون نره، عصبیم نکنید. مشتی لایک ویدیو. لایک کن مشی. یعنی از اونا خوشگل‌تر. بکش ببینیم چه جوریه. حاجی خیلی بسارش، خیلی این دستگاه خوبه بچه. تعریفش نباشه ولی دستگاه خوبیه. بچه ما اونجایی که به اینا بیشتر پول دادیم بازشون کردیم اونجا تست کنیم ببینیم چه جوریه. پس اگه گفتیم که پلاستیک نداره اینو چند خریدیم؟ 2,700 یا 800 اینا. آره 2,700 اینا پولش بده. وای حاجی دستگاه چقدر خوشگل میشن. دیدید اون دستگاهی که خودت آرش توش پنبه میذاری؟ خب اگه بخوای میتونی اینو از اونا بخری. حالا مثلا بعداً 2 میلیون خورده فقط پول اون اتم‌مایزر حرفه‌ای بود، چون این دستگاه دیگه حرفه‌ایه. خب نمایشگر دارن، ببین واتش و اینا رو میزنی تنظیم میکنی. بعد گفت میتونی اونا بخری دیگه، هیچ وقت کویل تو عوض نکنی، اتم‌مایزر حرفه‌ای بندازی. این دستگاه اگه الان دوباره تولید شه خیلی گرونه، چون این دستگاه زره مدلش قدیمی بود ولی خوشگله. نسبت به همه اینا خیلی خوشگل‌تره. اونی که ازش انقدر تعریف کردیم اندازه این خوشگل نیست. خب بریم ببینیم که چیه. آرش چه چیز باحال این دستگاه می‌بینی چیه؟ چه جوری چی؟ ماما میا داداش بغلش دود. یه دقیقه وایس ببینم تو اینا رو از کجا بلدی؟ نمیدونم، یارو اطلاعاتمو برد. یارو اطلاعاتو برد بالا. بعد گفت اینا باید چون خیلی دستگاه قویه باید بکشی یه ذره گرم شه کویلش، چون این حجمی که میسوزونه خیلی یارو گوه میخوره بابا، جنس انداخته بهت. مانیتور رو ببین، انداخته مانیتور رو ببین. ولی اینی که نظر من بود خریداری کنی فکر کنم بستر باشه. گرون ترین است دیگه. اون پدر سوخته 6,200,000 پولمون رو داده. میگه بی بودو میخوایم بریم سریع آخری دستگاه. واه کریس آنجل باشه. کریس آنجل منه. بریم دستگاه بعدی. گرون ترینیه که خریدیم دیگه. یه چیز جالب بگو. مارک این ویپرسو، مارک این ویپرسو و مارک اینم ویپرسو بچه‌ها. ویپرسو فکر کنم یکی از بهترین برنده باشه. آره. اینی که ما گرفتیم که جدیدترین ویپای ویپرسوه و خفن. بسته بندی رو ببین، اپل باشه. خب دفترچه‌ها که طبق معمول هیچ وقت نمیخونیم. تیرشو بزنی. این از خود دستگاه بچه‌ها. ببینم. هرچی خوشگلی نداره. وای چرا بابا خیلی خاصه. اینم از هموناست بچه‌ها که میتونی خودتون حرفه‌ای ترشو بندازید. این تانکو ببندیم رو گرون ترین دستگاه لیتس گو. هزینه کردیم این ویدیو رو جون مادرت لایک کن مشتی. دود بازی باشه. پشمام چه کامی میده حاجی. ببین پارسا حقیقتشو بخوای داشتی دوبلاری صحبت کنی. آره. او مای گاد. یس گنگ دختر. میدونی وقت چیه؟ همه اینا رو تست کردیم. خب اول از همه نمره میدیم، بعد میریم اون آزمایشه خفن رو باشون میکنیم. خب از ارزون ترین چند؟ من به این 8 میدم. چرا نگو دیگه. کجا نمره میدی تو به این 8؟ آخه خوشمزه است. خوشمزه است ولی این داداش 3 از نظر کام میگی؟ اینو منم به 4 میدم. خدای 4.5 میگیره. به این من 6 میدم. به این بیشتر میدم. این چون خیلی خوشگله. خوشگلیش آره ولی واقعا ناناسه. 7.5 میدم. نی؟ رایو ناکن. هم مانیتور داره. هم خدایی این چند؟ اینو من 8 میدم بهش. چون خوشگله. دود آخه میدونی از بحث دودش به کنار داداش تو داری چیز خوشگل دستته. اول آخر. ببین این مانیتورش اندازه اون خوشگل نیست، بزرگ نیست. ولی نمیدونم چرا به دل میشینه. 10 میدم دیگه داشتی. دیگه من به این 9 میدم. من به این 10. آرش این همه منتظر بودی میخوای آزمایشو ببینی؟ داداش من خیلی برام سواله. صنعتیه بچه‌ها. نکنه میخوای ما رو آتیش بزنی. جدی بگو. ببین یه ذره این الکلو بچه تو خونه این کارا رو انجام ندید. میریزیم تو این بطری. اون دوتا رو که اصلا اوت می‌کنیم، این دوتا رو اصلا ولش. از این شروع می‌کنیم. از این شروع. کام می‌گیریم. خب درش رو می‌بندی؟ درش رو می‌بندیم تکون می‌دیم. نیاز داریم؟ نه میخوای آتیشش بزنی؟ داداش میترکه. پشمام چیکار کرده؟ بک فایر زد؟ چه داغ شد دست زد؟ پارسا در حال پخت و پز. دودو ببین چقدر دود توش معلومه؟ آره سفید شد. قشنگ میکس می‌کنیم. باریستا رو دیدی؟ آفرین یه دونه بنداز بالا. جیپ گازش بچه احساس می‌کنم تموم شد.
گاز بطری؟ ببین زیاد شیکش نکن، همون دوتا کافیه. معلوم میشه. به سمت تیشرتت بفوی. آزمایش بعدی نیاز به یک قهوه داریم. ماما آقا نخور دیگه بابا. بهم میگن آزمایش احمقانه. بعد میخوای بدی؟ ای خیلی حال میده آرش، بکن. بکن زیاد بکن دیگه. واقعا خیلی باحال بود ولی خیلی پول الکی هزینه کردیم. واقعا بچه تقریبا نزدیک 11 میلیون خرید کردیم. مارکو اینا رو از کجا میاری؟ نه خدایی از عشق و حمایت بچه‌ها دارم میارم. خب بچه‌ها امیدوارم با این ویدیو کلی حال کرده باشید. کلی سر این ویدیو به خاطر تک تک شما هزینه کردیم. گفتید ویدیو ارزون ترین گرونترین ویپو بگی براتون گرفتیم. لایکتون نره، کلی دوستتون دارم. و اینکه آرش چی؟ ما هنوز زنده ایم. Let's go.